نژاد چیست؟ شخصی پرتوقع و منفعت طلب. تو خانواده خودش هیچ چیزی از این آدم حساب نمی‌کنه، ولی تو خانواده زن دوست داره اینو بالا بگیرن. این عبدالله ابن زبیر بذارنش رو تخت پادشاهی، از اون بالا به همه نگاه کنه. از اون جایی هم که مادر زن خیلی دوستش داره توهم ورش میداره، خیال میکنه الان باید بری واقعا بشینه اون بالا. بابا اینا به خاطر دخترشونه، وگرنه اصلا تو رو از در خونه هم راه نمیدادن تو کله. از اون برم این مفخور یه بشریه که چنباتمه زده تو زندگی پدرزن، همه چیزشو میخواد بخوره، مثل موریانه میمونه. این بشر در مواقع ضروری پدرزن خود را بابا جان صدا میکنه. بابا جان